یک مردک اگه تنظیم نبوده پیشتر برای فرزند خیلی پس پیش نگاه نمیکنن زندگی میکنن یک 15 نفر شده بعد همین هر بیگه ای کار خستش در میامده که زنش سر میکرده نه آتش وقتش را بسید 5 تا بس بسید یه زنه قوت از تولد کرن کش نگیره کنم چیکار میکنی 15 نفر پولی دفتر روشکه قلم کتاب مردک هر روز میاد همین گپ میشنه دیگه شده است یک اهمیت داره که خانه همسایه با یک زن شوهر نداره گفته هوای من زن دوم نیکو کرده میگیرم ای غروری زن خرید گرکش خلاص میشم این برای شما احتیاط میتونه برای هر روز سیزن نکنید زنبور بولینگ بین کرده رفته همه نیکو کرده با خانه‌ش گفته زنک من یک ماه کماندرافته میرم پامات به خدا رفته است یک ماه پس اومد دونش تو رفته زنک بازی کازن پالاجه ممکن من 2 ماه دیگه نمیام 6 ماه با هم گفته رفته ما شاشون دا فکر کرده با هم پوچ نیده فکر کرده استوری زنک بالا پوچ من بالا کو خیلی فهمیده رفته مردک چی کم میخوره شما چی پرابلم هسته یعنی چه گپ زنیت یک خانم برآوردم اگر کدوم مردک دو زن داشته باشه یک زنش کشد بعد چی هم شما چه کشمی این زن گفته تو دیوانه نی 35 سال من از من میکشی 10 تا گلک سر میموند 12 تا چیکار میکنی دیگه دست خیلی گپ نیست زن گفته گوش کن من نغمام نغماتو تی فهمیدم یک بار دیگه اثر دیوال پر با کازر ما براو و دختر همسایه کش پیش من بیو پرابلم من نشد دیگه این مرداش تو فهمیدن من بر وقت فهمیدم طاقت کرده گشتم کردی گذر کن تیز رو مردا خودشون دویده رفته است اونجا آدم کشی خونه همسایه این زنش در دروازه میبیاد باز میبینه نیم ساعت یک ساعت اشو درک نیست 3 ساعت اشو درک نیست تا بیو ببینم که چیکار می‌کنی کرد بیچاره زنک ساعت 2 شب واسه دیوار پاره گذاشت خونه همسایه جیم یگم کس نکشته یک اهمیت داره نوربون هست نه پایان ماندگی بود بالا ماندگی میگه شوهر منم بالا هر جا باشد در بالای بام کشته است میرسونه نفهمم گفته بیا ببینم بچه‌ش میخوام بعد جیگرم تر شود گفته زور زده بالای بام برآمده بیند که حقیقتا یک شوهرش زن دیگه کشته است اونجا کشته است تو ای میگی بزه کشته است تاجیکی یا نامزن بیلو عشق شرط بویسو بیسی اوسو شکل نمیزن شما الان که فهمید چی کار رفته اونجا این زنه دیده پیر خریش شد بریزه 6 ماه گم بودی آکشتنش که همی خیلی بود اول خود من نکشتی به بایر کشی تو یک مرده که دیگر ریش کریستوره که زنش در اومده هم مرده تنجی به هم تنجی از چی باریش میگیره؟ خریش میگیره از چی باید 3 بار شده گرفته این روز میگیرید؟ او خیلی گرفتم نه شما یکم بالا داره یکم اویی ناو یفتگی نه آخی چی کب رئیس ما گفت که ای پگورش کرد نبیم برای هوای میگیرم مایلش رئیس تو گفته باشد دردی بخیر مایلش گیرید نیک خدا نکنه یکم اویی یفته باشه بنزین کردی گفته پشر میکنم مرده که بیچاره ریش گرفته کارخانه رفته تو بگاه فکر کنی موضوع خونه رو هنوز به چی فهمونم که ای باورش نبرم مثلا خیالات نکردم یا اون اویی من نیفتم نگودش دگل کدیل جگر او خوردگی بای با بگاه خونه با آمدش تک زنش آمده بی ها آمدم خوراک میخوره میگه که نمی مردک بیچاره میدونست که میبخشه من از زنش ملایم خلوق یا روز خوراک من دو روز دیگه فراموش میکند تو زگر هم دیگه که خود باشه با جنگ جنجال نه خوبش اكو ای بالا هزار تا کن نه زن جون ما خود نمیخورم این زن تاجیک شما به بالایش نگرفته خالی کدام زنک رفته سیر کرده رای کرده چند روز مایلش خود از نمیخیلی یا روز دیگه مردک نومیتاش نمیفته گوش کن زنک پناه به خدا ای دسته که از من خودم نومیتاش میپردم میکشم خودم گفتم خودش مردک بیچاره پرتاخش یک زنش که اكو این قصاصی منش بی استدگم کجا میفره پایان میفره ها چی بود همین سطحی مسئله فقط گفت پایان برای میده باشه میرمون زنای دیگه تو یک کتابخانه کلان بود است در اومدن در کتابخانه کلان 2 تا کتاب یک کتاب عبارت از 2 صفحه نامش سیر و اسرار مردها کتاب دیگر را دیدم سیر و اسرار زنها 5,500 صفحه قسم 1 باب 1 باب دوام دارد هیچ شما زنکا فهمیده نمیشید است نه خیلی یکون بیبی ها استودیان یک بیبی یاش بوده 85 با مزهشون میگریزد یک 3 روز خوب میکنن اشتیا نداشتن سحر بعد شیرچای و شیربیریج میرفتن
شکایت میکنه اشتباه ندارم ابیدی با منطقه هم میخوردن هضم میکرد جلوبکا خلاص بعد پسرش میگه ابراهیم جان بچم لبه اوچه جان همین 3 روز شد من کسلو آخه کلام برای دلی من همون دکتر قشلاق قاید تو یک بار جیغ نزدی حاضر اوچه جان دکتر قشلاق تست بخونه بیا دکتر قشلاق دویدم گفت لبه ابراهیم جان گفت کامپیوتر میگفت حاضر من شکایت کرد که 3 روز من کسلو تو دکتر فایده نکردی دکتر درمان که خیلی کامپیوتر مو برای سفید خوشرو خیلی خولا جان کنی چی دولت داره نه بچه دولت ندارم خوش من دلتو خوشرو کار کنید فشار نداره این چی باشه میخوره نمیدونم همین 3 روز شد که سوس حساب میکنم خودم من فهمیدم بیرون برآمده بعد ابراهیم گفت است بچه کامپیوتر تا ابراهیم جان بچه‌م میفره روچت خیزد گفت ها یک کار کجوره نه دارو نه خیمیکات یگان چه دکتر پختر نبر تاجیکی کن تو چی یا موسیقی یو نیکو کرده کامپیوتر با کامپیوتر میخیزه گفت ابراهیم کارش کرده یو دکتر زده جانگو جانجو کامپیوتر گفت ابراهیم بچه‌م دکتر خفه نکن ابراهیم بچه‌م اگر پاپش من نبیایی من نمیبخشم گفت با ابراهیم اومد غضب داد گفت ها چی گپ شد این وای دکتر یا گپ چی گفت این وای یا گپ که من گفتم من گپ زن چی گفت یه گفته تو که یک مسافر یافته نیکو کرده کامپیوتر با کامپیوتر چت صاحب میشن بسورای کامپیوتر آه بچه‌م هوای 5 سال میدین استخوانه نخود چه تو نفهمم ابراهیم گفت که توبه کن بچه 85 با شما خسته نمیتونه کو کامپیوتر شیخ گفت ای بچه‌م آ خسته نمیتونه این خور کرده میتونه گفت